به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان. همه دوستان صدای من رو میشنون و این اسلاید رو هم میبینن. بسیار عالی، بسیار عالی. خب ابتداً من ممنون آقای مرادی. عرضم به خدمتتون که ابتداً من یه توضیحی راجع به دیروز بدم. اینکه یه سوالی رو امروز آقای مرادی حالا توی گروه مطرح کرده بودن که هم شاید سوال دوستان صدای منو ندارید؟ آی باوی دستگاه شما مشکل داره. دستگاه شما مشکل داره. خب به هر حال نگران نباشید، اصلا آی باوی اصلا مشکلی نیست. به هر حال فیلم ضبط میشه، خدمت شما داده میشه. میتونید یه بار برید بیرون و برگردید داخل. یه بار میگم برید بیرون و بیاد داخل. بقیه صدا دارن، به خاطر همین مشکلی نیست. خب دوستان گرامی، ببینید یه سوالی های مرادی کردن که یه شبهه شاید تو ذهن بقیه دوستان که حالا توی دوره هستن یا دوستان که حالا فیلم رو تهیه میکنن ایجاد بشه. این هستش که پرسیدم مثلا برای سال 1400 چه بکنیم، ما چطوری مثلا پیوت ها رو بخوایم طراحی بکنیم. ببینید شما وقتی برای سال 1400 میخواید پیوت پوینت R1 R2 و R3 در بیارید، باید کل سال 1399 رو بر اساس همین فرمولی که توی اون اکسل بود بیاید بریزید داخل اون و مشکلتون رو برطرف بکنید و کارتون رو انجام بدید. پس من اگر میخوام برای مثلا ماه اردیبهشت رو پیوتش رو محاسبه بکنم و R1 و R2 و R3، بعد ماه فروردین رو بیام داخلش محاسبه بکنم. این راه حلیه که در واقع وجود داره. ممکنه مثلا شما توی اون اکسلی که بهتون داده شده به هیچ عنوان هیچ خطای محاسباتی نیست، ولی ممکنه چون حالا ما اون اکسلی که با هم دیگه دیروز داشتیم میدیدیم توی خیلی از سهم‌ها مثلا پیوتا رو در آورده بود، چون با کامپیوتر محاسبه شده ممکنه اشتباه محاسباتی داشته باشه. به همین علت هم من اونو هنوز به شما ندادم، یعنی گذاشتیم اونو کامل بشه، کامل چک بشه، بعداً خدمت شما بدیم. ولی این چیزی که شما با این اکسل در میارید به هیچ عنوان مشکلی نداره و اشتباه محاسباتی نداره. یا مثلا با هم دیگه رفتیم برای اتریوم و بیت کوین در آوردیم، اونجا اشتباه محاسباتی نداشتیم. و خب این چیزیه که حالا دیگه میتونید برای از این به بعد هم استفاده بکنید. حالا دوستان اگر باز در مورد این سوالی دارن بفرمایند که من پاسخش رو بدم و بعد بریم انشالله در مورد موضوعات امروز صحبت. آخه کندل 1 ساله که ببینید ما ماهیانه داریم دیگه. کندل 1 ساله که 12 ماه هم مثلا میتونید داشته باشید، میشه 1 سال میتونید محاسبه کنید. ببینید آیه خرمندار، این رو دیروز هم من گفتم، یعنی همین سوال رو تقریبا یه جور دیگه پرسیدید شما که من گفت. ببینید ما کلا یه پیوت سالانه داریم، گفتیم اعتبارش خیلی زیاده. خب که این پیوت سالانه R1 R2 و R3 داره که میشه مقاومتاش، S1 S2 و S3 داره که میشه حمایتهاش. این برای یک دوره سالانه است، پس خیلی اعتبار داره. خب حالا شما میبینید در بین اینها مثلا میبینید فاصله R1 تا R2 یا 50%. خب یا فاصله مثلا پیوت پوینتتون تا R1 یا 40-50%. درسته؟ خب وقتی این فاصله خیلی زیاده، مسلما شما باید پیوت ها و R1 و R2 و R3 های ماهیانه و 3 ماهه هم محاسبه بکنید. این یک. دوم این چیز اینه که شما زمانی که از R3 عبور میکنید، یعنی یا از S3 یا از R3 یا از S3 که S3 پایین ترین ساپورت میشه و R3 بالاترین در واقع مقاومت میشه، رزिस्टنس میشه. وقتی از اون عبور میکنید، یعنی وقتی از R3 عبور میکنید،
اونجا دیگه مسلما شما هر ماه و هر 3 ماه باید چیکار بکنید؟ محاسبه رو انجام بدید برای پیوت ها و برای آرها. علتش هم گفتیم روند دیگه از اون به بعد احتمال فرسودگی زیاده. خب ولی ممکنه یک زمانی هم هست روند خیلی قویه، بعد آرسه یه مدتی فرسوده میشه ولی باز دوباره به راه خودش شروع میکنه ادامه دادن. به این صورت هست. فکر میکنم دیگه سوالتون رو کامل گرفته باشه. سالیانه رو هم ببینید، اینم سوالشون جالبه. میگن سالیانه رو هم تغییر بدیم یا نه؟ سالیانه رو هم بر اساس ماه به ماه میتونید تغییر بدید. اونم در چه صورت؟ در این صورت که آرسه تون اعتبارش از بین رفته باشه. وقتی آرسه شما اعتبارش از بین رفته باشه دوباره میتونید بیاید انتهای ماه بیاید دوباره یه سالانه بگیرید، ببینید چه اتفاقی براتون میفته. به این صورت میتونید عمل بکنید. دوستان همه این موضوع رو متوجه شدن؟ سوالشون جالب بودا، سوال جالبی کردن. گفتن که یعنی مثلا ما باید سالیانه رو هم هی آپدیت بکنیم. من دارم باز دوباره اینو میگم، اگر آرسه یعنی بالاترین رزिस्टنس یا پایین ترین ساپورت یعنی S3 اعتبارش از بین رفت، اعتبار از بین رفته یعنی که بشکنه. حالا راجع به شکست و چی جور رو اینا هم بعداً صحبت کنیم. وقتی اون رو از دست دادیم باید چیکار بکنیم؟ بیایم دوباره میتونیم بیایم هم ماهانه رو بگیریم هم که سالانه‌مون رو آپدیت بکنیم. یعنی سالانه‌مون رو یه ماه بندازیم جلو. مثلا میمدیم از فروردین تا اسفند میگرفتیم، الان فروردین سال 1400 این فکر کنید که ما از فروردین 1399 تا انتهای اسفند 1399 پیوت و آرها و اسها رو محاسبه کردیم. حالا الان رفتیم فروردین 1400 تموم شده. خب و یه تغییراتی داشتیم، همین تغییراتی که گفتیم S و R انتهاییشون یعنی S3 و R3 آخرین حمایت ها و مقاومت هایی که محاسباتی هستن اعتبارشون از بین رفته. حالا میایم توی فروردین، میایم به جای اینکه بیایم از فروردین 1399 تا اسفند 1399 محاسبه کنیم، میایم از اردیبهشت 1399 تا انتهای فروردین 1400 رو محاسبه میکنیم. اینطوری در واقع آپدیت میکنیم پیوت ها و آرهای سالیانمون رو، ماهیانش هم که میتونیم باز محاسبه بکنیم. این ولی برای انتهای سال دیگه، حالا یعنی میشه به این صورت هی رفت جلو. دوستان دیگه اگه سوالی ندارن در مورد دیروز ما ادامه بدیم. خواهش میکنم جناب فرمانده. دوستان موافق هستید بریم سراغ این جلسه؟ خب آقای باوی هم صدا هست که بس شد و مشکلی نیست. به هر حال فیلم هم ضبط میشه، در اختیار همه دوستان قرار میگیره. من دیگه میرم سراغ مطالب امروز. مطالبم زیاده، باید سعی کنیم که سر موقع تمومش بکنیم. بریم شروع بکنیم دیگه. خب جلسه سوم هستیم، همچنان در مبحث تحلیل داریم به سر میبریم. این جلسه و شاید یک جلسه، شاید هم نیم جلسه، یعنی شاید نصفه جلسه آینده هم ما به مبحث تحلیل در واقع شروع کنیم بها دادن و همچنان ببریمش جلو. و فکر میکنم حالا در اواسط جلسه بعدی یا انتهای جلسه بعدی دیگه تحلیل نوشتن رو کامل بتونیم با هم دیگه ببریم جلو. به هر حال اجزای تحلیل رو تا به الان دیدیم، مومنتوم رو دیدیم با هم دیگه و تغییرات مومنتوم که دیدیم چقدر تاثیرات بسزایی داره. راجع به یه سری سطوح محاسباتی صحبت کردیم که همین الان هم یک دوره روش داشتیم و خب یه اکسلی داره که میتونید کاملا محاسبه بکنید و سطوح رو کامل داشته باشید که حالا نحوه محاسبهش هم خدمت دوستان ارائه شده. و گفتیم خب ما این مطالب رو همه رو که جمع بکنیم که بحث تحلیل رو داشته باشیم، بعد میریم سراغ این که حالا پرایس اکشن. یعنی بحث ما کلا این بود که آقا یعنی هی این رو ما داریم تکرار میکنیم که ملکه ذهن بشه انشالله. ما کلا بحثمون این هستش که ما باید بتونیم مثل یک آدمی که یک شرکتی رو داره، ولی خب حالا ما تک نفره هستیم، یک شرکت تک نفره هستیم، عمل بکنیم که یک نفر تحلیل بکنه، یک نفر ترید بکنه، ولی هر دو این افراد یک آدم هستن ولی در هر زمانی وظیفه خاصی دارن. مثلا زمان تحلیل
میتونن پیش بینی هم داشته باشن، تحلیل موقعیت هم بکنن، در زمان ترید صرفاً بر اساس اون استراتژی ترید بکنن، ولی با نگاهی به اون تحلیل، یعنی در جایگاه‌های مناسبی که اون تحلیلگر برای ورود کم ریسک دونسته سعی بکنن معامله بکنن. پس ما بیسمون رو بر پایه تحلیل بنا کردیم، حالا میخوایم بریم مثلا بعدش سراغ ترید. فعلا همچنان در بحث تحلیل هستیم و جلسه سوم رو میخوایم آغاز بکنیم. خب مطالبی که در کل این مباحث گفته میشه، یه سریاش تا به الان صحبت شده راجبش در مورد تحلیل، ولی خیلی مطالب زیادی هم مونده. اینم که در مورد حالا گفتیم 3 قسمتش کردیم سرفصل ها رو، که در واقع بخش اولش رو امروز فکر میکنم تقریبا دیگه تموم بشه این قسمت، و نیم جلسه آینده یا 1 جلسه آینده در مورد این و نوشتن و نگارش تحلیل صحبت خواهیم کرد، و بعد میریم سراغ پرایس اکشن و دیگه حالا استراتژی ها و اینجور مسائل. بعد از اینکه اینها پایان یافت، در واقع قسمت اولیه کار ما تموم شده، دیگه باید بریم سراغ به قول معروف حالا بازار رمز ارزها و شناخت اونها و چیکارها باید انجام داد. خب اینجا اشتباها خورده جلسه دوم جلسه سومه. امروز میخوایم در مورد عرضه و تقاضا صحبت بکنیم. دوستانی که در دوره در واقع پرایس اکشن استراتژی چریکی حضور داشتن که مربوط به بورس تهران هست، یک مقدماتی از عرضه و تقاضا رو میدونن. یک سری چیزهایی هم که اینجا ابتدای کار گفته میشه براشون تکراری خواهد بود، ولی از یه جایی به بعد دیگه کامل بحث عرضه و تقاضا باز شده. نگاه در واقع تئوری روانشناسی عرضه و تقاضا به بازار که بر اساس کندل ها هست رو اینجا خواهیم داشت. هیچ ربطی به الگوهای کندلی به هیچ عنوان نداره، باز من دارم تکرار میکنم اینو. این چیزی که اینجا دارید میبینید تئوری روانشناسی عرضه و تقاضای بازاره، که یه تئوری به هر حال یه سری اصلا بر اساسش ترید میکنن، یعنی فرمت های معاملاتی داره که حالا به نوعی توی پرایس اکشن هم یه سریاش هست، ولی ما بر اساس این ترید نمیکنیم. باز ما فعلا گفتم هنوز بحثمون تحلیلیه، صرفا میخوایم تحلیل بکنیم. یعنی تا اینجا وقتی انتهای این جلسه برسیم، ما دیگه میدونیم حرکت بازار آیا قدرت داره یا خیر، در چه سطوحی کم ریسک برای خرید و برای فروش، و حالا در زمان حال اگر چه اتفاقی بیفته میتونه مناسب برای خرید یا مناسب برای فروش باشه، و روانشناسی عرضه و تقاضا چه چیزی رو برای ما میخواد مشخص بکنه، که تا انتهای این بحث اگر با هم بریم جلو این مطالب رو خواهیم داشت. خب راجع به عرضه و تقاضا صحبت میکنیم. نحوه اندازه‌گیری عرضه و تقاضا که برای دوستان جدیده، بحث عرضه و تقاضا شاید برای دوستان که توی پرایس اکشن استراتژی چریکی شرکت کرده باشن تکراری باشه، ولی مطالب خیلی زیاد دیگه ای هم اینجا راجبش گفته میشه و از اونجا به بعدش دیگه کاملا جدیده، و نحوه اندازه‌گیری و بررسی فرایند روندگیری رو که حالا با هم دیگه میبریم جلو و راجبش صحبت خواهیم کرد. خب تئوری عرضه و تقاضا به صورت کلی، حالا یعنی در همه جا، هر جایی که عرضه و تقاضا وجود داره اسمش بازاره، یعنی جایی که داد و ستد انجام میشه. حالا سابقا کالا به کالا بوده، هر چی که بوده اصلا کاری نداریم، به هر حال بحث عرضه و تقاضایی هست. یعنی یک سری افراد جنسی و کالایی رو دارن، این رو میان عرضه میکنن، یه سری افراد میان این رو میخرن و به اونجا میگن بازار، یعنی جایی که این داد و ستد انجام میشه. تمام جاهایی که الان ما داریم روش کار میکنیم یک بازارن، حالا بازار مالی هستن، مثل بازار فیزیکی که حالا در جنوب تهران وجود داره نیستن، ولی بازاری هستن که به صورت واضح درشون عرضه و تقاضا انجام میشه. خب هر جایی که عرضه و تقاضا داخلش انجام میشه دارای نوسانات هست، به تبع به خاطر بالا و پایین شدن عرضه و تقاضا. یعنی وقتی که شما این به صورت کلی وجود داره دیگه، وقتی برای مثلا دلار الان میبینیم دیگه، یه چیزی که در جامعه خودمون به صورت واضح داریم میبینیم، حالا اصلا علتش رو کار نداریم،
یه سری اخباری اومده که حالا مثلا اخبار منفیه برای دلار، میبینیم که صفهای فروش افراد دم در صرافی ها شکل میگیره. این افراد همون افرادی هستن که زمانی که دلار تقاضا خیلی شدید میشه براش، میرن و شروع میکنن تقاضا کردن و صف خرید حالا دیگه تشکیل میدن جلوی صرافی ها. خب این چی رو به ما نشون میده؟ همین قضیه وقتی که تقاضا در بازار زیاد بشه، خب به تبع اون عرضه کننده پا پس میکشه. ببینید این یه چیز طبیعی، رفتار طبیعیه که انسان ها دارن. شما وقتی که مثلا یه ماشینی رو آگهی کردید، گذاشتید توی سایت دیوار یا شیپور یا هر جایی برای فروش، وقتی که به شما زنگ میزنن، مثلا گذاشتید چه میدونم 500 میلیون تومان، به شما زنگ میزنن، هی قیمت میگیرن، میگن آقا قیمتت بالاست، آقا پایینتر نمیدی و اینها. خب شما اگر که پول لازم داشته باشی، مسلما وقتی میبینی که تعداد نفرات زیادی زنگ میزنن ولی هیچ کی نمیاد ماشین رو ببینه، خب این نتیجه میرسی که قیمت رو باید بیاری پایین. یعنی تقاضا برای بازار شما، یعنی برای خودروی شما، کالای شما کم شده. لذا وقتی تقاضا برای خودروی شما کم میشه، عرضه کننده توش زیاد میشه، چون تعداد نفرات زیادی پول لازم میشن. خب یا اینکه احساس خطر میکنن، احساس میکنن قیمت داره میاد پایین و خب خریدارا مثل قبل نیستن. اینجا میشه که در واقع اون عرضه کننده ها میان و به قیمت پایینتر حاضرن کالاشون رو بفروشن. وقتی اونا میان شروع میکنن کالاشون رو به قیمت پایینتر فروختن، عرضه در بازار زیاد میشه و قیمت ها حالا تا یه حدی پایین میاد و خب وقتی تا یه حدی پایین میاد، اونجا هستش که تقاضا کننده ها، اونایی که خریدار هستن، شاید حاضر به خرید بشن. یعنی توی یه سطوحی دیگه خریداری وجود نداره. خب بر اساس این صحبتی که من الان کردم، کاملا دیگه مشخص الان که تمامی نوسانات سعودی، یعنی وقتی که قیمت میخواد بره بالا، به واسطه این هستش که تقاضا در بازار زیاد میشه. تقاضا وقتی در بازار زیاد میشه، قیمت ها میره بالا و صعود میکنه. حالا اینکه تقاضای اصلی در بیت کوین، تقاضای اصلی در بورس، تقاضای اصلی در دلار توسط کی انجام میشه که اینقدر میتونه دلار و بورس و بیت کوین و هر چی بازار دیگه ای رو تکون بده، ما الان فعلا بهاش کاری نداریم. بله مسلما یه تقاضای خاص هست، یه تقاضای عام هست. وقتی تقاضای خاص کارش رو انجام میده، بعدن تقاضای عام من میاد شروع میکنه دیگه، اون آخر بازی وارد میشه. پس این هست، ولی فعلا رو اون کاری نداریم. و تمامی نوسانات نزولی هم به واسطه عرضه اتفاق میفتن. علتش هم کاملا مشخصه، همون مثالی که در مورد خودرو زدیم. خب ببینید ما دیروز با همدیگه یک پیوتی رو طراحی کردیم. گفتیم پیوت های قیمت تعادلی هستن. نگاه کردیم دیدیم در مواقعی که سهم، بیت کوین، هر کالایی که شما میتونید پیوتش رو محاسبه بکنید که با چند تا در واقع حالا قیمت خیلی ساده، های و لو و کلوز، شما میتونید پیوت اون کالا رو که داره معامله میشه محاسبه بکنید. وقتی شما میبینید قیمت در حول و حوش اون قیمت داره در واقع معامله میکنه، خیلی اتفاق خاصی براش نمیفته. به این علت بهش میگن قیمت تعادلی. یعنی چی؟ یعنی متعادله. حالا این تعادل در یک کالایی و در نوسانات یک کالایی میتونه 5% باشه، در نوسانات یک کالای دیگه میتونه 15% باشه، در نوسانات یک کالای دیگه میتونه 40-50% باشه. این دیگه دامنه رنجیه که خیلی از محصولات یا کالاها یا سهام با هم مختلف هستن تو این و متفاوتن. اما اینجا یک نکته خیلی اساسی هست، یعنی ما داریم الان بیس و بنیاد رو میچینیم دیگه. میگیم آقا وقتی قیمت در نزدیکی قیمت تعادلی در حال نوسان کردنه به صورت محدود، ما دارای تعادل در عرضه و تقاضا هستیم. یعنی چی؟ شما میرید داخل یک بازاری، مثلا الان چندم آیفون
آخرین مدل حالا آیفون مثلا 50 میلیون تومنه. خب طور مثال میرید داخل یک بازاری میگید من مثلا آیفون میخوام. مغازه اول به شما میگه مثلا 50 میلیون، مغازه بعدی به شما میگه 52 میلیون، مغازه سوم به شما میگه 54 میلیون، دوباره میرید مغازه بعدی میگه 53 میلیون. خب تمام اعداد حالا مثلا با تلورانس مثلا 5% 10%، حالا به بهانه نمیدونم داشتن گارانتی یا هر چیز دیگه ای داره بالا پایین میشه. هیچکی نمیاد به شما بگه 45 میلیون، هیچکی هم به شما 60 میلیون قیمت نمیده. این یعنی چی؟ یعنی شما در یک بازه خیلی کوچیکی دارید عرضه و تقاضا انجام میدید. اگر کسی به شما بگه 55 میلیون، قطعا شما ازش نمیخرید، یعنی زیر 55 میلیون 56 میلیون حاضر به خرید هستید. خب و اگرم کسی به شما بگه 49 میلیون تومن، رو هوا مثلا میزنیدش. درسته؟ اینجا دقیقا همین مسئله ایه که ما داریم توی این نمودار میبینیم، یعنی اون پایین ها به شدت ارزونه و اون بالاها به شدت گرون. و وقتی این حالت هست، یعنی این محدوده خیلی کوچیکه، عرضه و تقاضا با هم تعادل دارن. یه قیمت تعادلی در هر بازه میتونه تغییر بکنه. مثلا شما در بازه یک ساعته میبینید که در مثلا یه محدوده شاید 3% این قیمت تعادلی داره شکل میگیره. در بازه 4 ساعتی میبینید در بازه مثلا 6-7%، در بازه روزانه این مثلا میره 10%، تو بازه هفتگی مثلا دارم میگم اینا رو همه رو، یعنی میگم وقتی تو بازه های مختلف اینا رو دارید نگاه میکنید، مسلما قیمت تعادلی و اون پیوت پوینت محدوده بزرگتری رو به شما نشون میده و میزان نوسان قیمت در بین اون بزرگتر. حالا زمانی هست که شما میبینید محدوده چه میدونم پیوت ساعتی، محدوده پیوت روزانه، محدوده پیوت هفتگی، ماهانه، اینا خیلی به هم نزدیک شدن. حالا در یه بازارهای ساعتی داریم، ولی مثلا تو بازارهای مثل کریپتوها خیلی ساعتی به کار ما نمیاد. یعنی بیشتر همون برای ما مثلا حالا خیلی دیگه کوچیک بخوایم بگیریم هفتگیه، یعنی یه محدوده پیوت هفتگی به ماهانه خیلی نزدیک میشه و مثلا میبینیم ماهانه به 3 ماهه خیلی نزدیک میشه. خب وقتی این اتفاق میفته، شما در واقع خیلی راحت میتونید متوجه بشید که شما داخل یک محدوده رنجی هستید. یعنی خیلی مواقع این رو افراد میگن خب ما چطور بفهمیم داخل محدوده رنجی؟ خیلی اینجا یه خیلی جواب ساده ای میشه به افراد داد دیگه. چطوری ما بفهمیم داخل یک رنج؟ مثلا شما بازه هفتگی تو با ماهانت ببین، پیوتت اگه به هم نزدیک باشه، احتمالا شما توی محدوده رنج تعادلی گیر کردی. حالا باز هی بازت میتونه کوچیک‌تر باشه دیگه، یعنی حالا میتونید زودتر از این هم متوجه بشید. و بعد از این رنج ها میتونید شما استفاده های خیلی جالب بکنید. مثلا بالا و پایین رنج رو برای معاملات استفاده بکنید، بیای بالاش بفروشی، پایینش بخری. این یکی از کارهایی که در نوسانگیری قابل استفاده است. خب تا اینجای کار من یه سری صحبت ها انجام دادم راجع به عرضه و تقاضا. این فکر میکنم آخرین اسلایدی که راجع به عرضه و تقاضا داریم صحبت میکنیم و از اینجا به بعد کاملا مباحثمون جدید میشه. و هرچند که تا همینجاش هم من یه سری صحبت ها و یه سری چیزای تکمیلی رو گفتم که تو دوره در واقع استراتژی چریکی نبود، ولی خب اینا پایه است و ما باید بدونیم. خب به صورت واضح ما از کندل استیک ها استفاده میکنیم، یعنی از نمودار لاین چارت صرفاً برای مثلا پیدا کردن یه سری مناطق خاص، یا مثلا پیدا کردن اون 5 موج دیروز شاید استفاده بکنیم، یا یه سری چرخش های خاص توی نمودار. به صورت کلی ما از کندل استیک ها استفاده میکنیم برای تحلیل و برای ترید، برای هر دوش، چون اطلاعات خیلی کاملی رو به ما میده. کندل استیک ها رو من فکر می‌کنم همه بدونن، بشناسن. کسی هستش که کندل استیک ها رو ندونه چطوریه؟ خب پس کسی نیست، یعنی الان من این رو به جواب منفی میگیرم. حالا اگر کسی از دوستان هم نمیدونه، میتونه توی سایت هم راجع به کندل ها توضیحاتی دادیم، چند تا مقاله و اینها هست. پس کندل ها رو همه میدونه. این رو کندل نزولی در نظر بگیرید و این رو کندل صعودی در نظر بگیرید، یعنی سبز صعودی، قرمز نزولی. ما یک مبحثی داریم، میگه ما وقتی قیمت میره بالا تقاضا وجود داره، صعود تقاضاست. پس
برای ما این تقاضاست، این عرضه است. باز دوباره این عرضه، این تقاضا، یعنی به صورت واضح داره اینا به ما این رو نشون میده که در کندل سبز ما تقاضای بیشتری نسبت به عرضه داشتیم و در کندل قرمز عرضه بیشتری نسبت به تقاضا داشتیم. خب این اولین چیزی که میتونید شما از این دریافت کنید. دومین چیز این شادوها هستند و خود بدنه. خب ما به بدنه ها یک لفظی رو میگیم که قبلا هم حالا گفته شده. ما به اینا میگیم عرضه باقی مونده. یعنی چی؟ یعنی یک عرضه‌ای درون بازار اتفاق افتاده و پاسخ عرضه چیه به صورت معمولی؟ تقاضا. و تقاضای دیگه توی بازار باقی نمونده که قیمت رو بکشه بالا. ما اینو بذارید به صورت به این شکل. ببینید به طور مثال توی این قیمت باز میشه، قیمت میاد پایین. وقتی قیمت میاد پایین عرضه اتفاق افتاده و توی این قیمت مثلا قیمت استوب میکنه، دوباره قیمت میاد بالا. خب این رو شما بخواید به صورت کندل بکشید یه همچین کندلی میشه و فکر بکنید اینجا مثلا کلوز میشه. یه همچین کندلی میشه که مثلا از اینجا شروع شده رفته پایین، یه دونه شادویی هم اینجا داره، یه مثلا آره دیگه مثلا توی این محدوده هم بسته شده، یه شادویی هم مثلا چه میدونم بالا داره. خب وقتی این اتفاق میفته یعنی شما توی این محدوده عرضه داشتید و یک تقاضا اینجا به وجود اومده، ولی این دیگه نتونسته از این مثلا محدوده بالاتر بره. درسته؟ وقتی نتونسته از این محدوده بالاتر بره چه اتفاقی افتاده؟ یعنی اینکه دیگه تقاضایی توی بازار باقی نمونده و به جاش عرضه در بازار باقی مونده. دوباره من اینو توضیح میدم. من قیمتم اینجا باز میشه، میاد تا یه محدوده پایین، دوباره میاد تا یه محدوده بالا. کندل من به این شکل میشه. من اشتباه اون موقع گفتم شادوی بالا نداره. اینجا کلوز کرد. اینجا عرضه برای من زیاد شده. خب در این محدوده تقاضا برای من زیاد شده. اما یه محدوده اینجا به صورت گپ دارم که دیگه تقاضا نتونسته این رو کاور بکنه. پس برای من چیزی که باقی میمونه، در واقع چیزی که الان توی بازار باقی میمونه عرضه‌ای هست که همچنان باقی مونده و تقاضایی بهش پاسخ داده نشده. این تا اینجا. خب حالا این محدوده چیه؟ این محدوده دقیقاً همین. ببینید این گفتیم تا اینجا عرضه است دیگه، تا این پایین عرضه است. اینجا دقیقاً همون محدوده‌ایه که پاسخ داده شده، یعنی عرضه‌ایه که توسط تقاضا بهش پاسخ داده شده. پس این عرضه دیگه توی بازار باقی نمونده، بهش میگیم عرضه از دست رفته. خب حالا برعکس این رو اگه بخوایم ببینیم، ما قیمتمون اینجا باز میشه تا یه محدوده بالا میره و بعد میاد اینجا کلوز میکنه. گفتیم قیمت وقتی میره بالا تقاضا در بازار به وجود اومده که قیمت رو برده بالا، تا یه محدوده برده. به این محدوده که رسیده عرضه در بازار زیاد شده و قیمت رو به پایین هدایت کرد. اما اینجا مجدداً تقاضا جلوی این عرضه رو گرفته. خب پس ما اینجا دقیقاً چی داریم؟ یه تقاضایی داشتیم. خب اینجا پاسخش با عرضه داده شده. این محدوده‌ای که پاسخ داده شده بهش میگیم تقاضای از دست رفته. درسته؟ و این محدوده همچنان تقاضای باقی مانده است. چرا؟ چون عرضه دیگه به این پایین نرسید. خب پس ما به کندل صعودی به بدنش میگیم تقاضای باقی مانده، به شادوی بالا میگیم تقاضای از دست رفته، به شادوی پایین میگیم عرضه از دست رفته. مجدد به بدنه نزولی میگیم عرضه باقی مونده، به شادوی بالا میگیم تقاضای از دست رفته، به شادوی پایین میگیم عرضه از دست رفته. تا اینجا دوستان سوالی ندارن؟ اگر سوالی ندید یه منفی بذارید چون من حداقل عکس‌العمل دوستان رو ببینم. خب بسیار عالی. خیلی از دوستان چون
دوره قبلی رو بودن اینجاها براشون ساده است. بسیار عالی، ممنون، متشکرم. میگه امر تعیین کننده در نوسانات عرضه و تقاضای باقی مانده و میزان آن چیه؟ باید بدانیم چه میزان عرضه و تقاضا در بازار باقی مونده. این میزان خیلی مهمه. تا اینجای کار رو شاید خیلی از دوستان میگم در دوره قبلی حالا طیش کردن، ولی اینکه ما چطوری این میزان رو اندازه بزنیم خیلی مهمه. شما باید بدونید مثلا تا امروز تقاضا تو بازار داشتید، الان چی تو بازار باقی مونده و بر اساس اون تصمیم بگیرید. خب میدونید مثلا بر اساس اون کندل سعودی میدونید که تقاضا در بازار باقی مونده یا عرضه در بازار باقی مونده، اما میزانش رو تا حالا اندازه گیری نکرد. حالا باید بریم با همدیگه الان شروع کنیم و میزان عرضه و تقاضای داخل بازار رو اندازه گیری کنیم. میگه روش اندازه گیری عرضه و تقاضای باقی مونده چیه؟ اینه که بین تمام کندل ها بگردیم، خب بزرگترین کندل رو انتخاب بکنیم. اصلا هم مهم نیستش که این کندل صعودیه یا نزولی، مهم میزانشه. خب حالا اینکه چطور اندازه میزنیم الان با هم میبینیم. اون میتونه باشه یک خطکشی برای اندازه گیری عرضه و تقاضای ما. یعنی شما میاید داخل بازار میگردید ببینید مثلا در 30 تا کندل، در 50 تا کندل، در 60 تا کندل اخیر کدوم کندل از همه بزرگتر بوده، فارغ از این که عرضه بوده یا تقاضا، یعنی سفید بوده یا مشکی، سبز بوده یا قرمز. اون رو اندازه میزنید، میگید آقا این خطکش من، این بزرگترین عرضه و تقاضایی که تو بازار وجود داشته، من بر اساس این تصمیم میگیرم. حالا چطور تصمیم میگیرم؟ بریم با هم ببینیم. اولا ما برای اندازه‌گیری از کراس هیر استفاده میکنیم. این نرم افزار، در واقع این ابزار نرم افزار متا تریدر توی تریدینگ ویو هم حالا یه ابزار دیگه ای هست که حالا خطکش داره دقیقاً و به شما نشون میده که چطور این کار رو انجام بدید. حالا چه استفاده از این میکنیم الان با هم خواهیم دید. اول این رو هم ببینیم و بعد بریم سراغ باقی موارد. میگه در تایم فریم 4 ساعته اگر من هستم، زیر 4 ساعته اگر هستم، 90 تا 120 کندل رو باید بررسی کنم، چون باید یه جامعه آماری دقیقی داشته باشم. اگه 4 ساعته و روزانه رو دارم بررسی میکنم، 60 تا 70 کندل برای من کافیه. اگر دارم هفتگی رو بررسی میکنم، 30 تا 40 کندل. حالا اینها چرا تناوب داره؟ مثلا شما 60 دارید کندل رو بررسی میکنید، میبینید تا 72 اگر برید یهو یه کندلی هست که تو این 60 اصلا وجود نداره. خب تا 72 میرید، ولی دیگه بیش از 70 توی روزانه نباید بریم یا تو 4 ساعته. و تو هفتگی هم میبینید آقا 30 تا کندل رفتید، ولی مثلا 35 خیلی از اینا بزرگتره، چه از نظر عرضه چه از نظر تقاضا. یعنی برای ما مهم این میزان عرضه و تقاضایی نیستش که الان اون موقع بوده، اندازه اون کندل برای ما خیلی مهمه و اون رو هم باز محاسبه میکنیم، ولی به صورت عادی ما توی 30 تا کندل تو هفتگی برامون کفایت میکنه. حالا چطور باید این کار رو انجام بدیم؟ من اسکرین رو شیر میکنم. خب الان اسکرین رو دوستان دارن دیگه؟ بسیار. خب خیلی ممنون دوستان. من متا تریدر رو باز کردم فعلا. حالا اندیکاتورها رو میبندیم، آبجکت ها رو حذف میکنیم، سفر هم میبریم روی سفید مشکی که راحت تر باشه. خب ببینید ما الان در بازه 1 ساعته هستیم. خب اینجا نوشته بود که بین حالا مثلا 90 تا 120 کندل رو اگر در زیر 4 ساعته هستیم باید طی بکنیم. این کراس هیر رو من روش کلیک میکنم، اینجا میتونم بشمرم مثلا 90. بعد همینجا احساس میکنم مثلا این از بقیه بزرگتره تا این میام، مثلا تا اینجا میام که این میشه 110.
اگه دقت بکنید اینجا یه عددی رو نوشته و اینجا هم نوشته 110 بارز. بارز یعنی تعداد کندل ها. پس من از اینجا باید محاسبه بکنم تا انتها. میام اینهایی که بزرگ هستن از نظرم و با چشم نگاه میکنم، اندازه میزنم. فقط بدنشون رو، به هیچ چیز دیگه کار ندارم. چطوری اندازه میزنم؟ اینجا کلیک میکنم، نگه میدارم و میارم مثلا تا بالاش. اینجا یه عددی رو به من میده، میزنه 9412 پوینت. اینو من یه جا بنویسم. صبر بکنید که یه دونه افزار تکست باز بکنیم. خب مجدد اندازه میزنم که از خاطرم نره. 9000 رو موقع اشتباه زدم یا الان 9531 اون موقع مثل این که اشتباه زدم. خب این یکی همینجور چشمی هم به نظر میاد که اینا بقیه بزرگتر، یعنی از این هم بزرگتر. قرمزی هم من اندازه این نمیدونم، ولی حالا بازم برای اطمینان اینو میزنیم ببینیم چقدره. نه دیگه 7900. بقیه هم که مشخص هست. خب من بر اساس این میخوام این رو بذارم خط کشم. خب یعنی میخوام ببینم آیا بقیه، حالا الان مثلا در حال حاضر کندلی که وجود داره، آیا اندازه مثلا عرضه و تقاضاش چقدر هست. توی 120 تا کندل، حالا تو 115 تایی که من رفتم، این کندل از همه بزرگتر بود و میزان تقاضاش مثلا این عدد بود. این تا اینجا. بریم این رو توی تریدینگ ویو هم من خدمت دوستان نشون بدم. اینجا توی تریدینگ ویو این نرم افزار رو، این ابزار رو ما داریم. تو مثلا میخوایم اندازه بزنیم، یه همچی چیزی اینجا عدد به شما میده. این عدد رو به شما میگه، مثلا 138 به صورت پوینت به شما نشون نمیده. 138 این دلاری داره محاسبه میکنه، مثلا قیمت میگه 138 دلار از ابتدا تا انتهاش. این توی اینم به این صورت میتونید اندازه بزنید. خب حالا الان من میخوام ببینم کندلی که الان وجود داره. اولا من کندلی رو که بررسی میکنم، کندلی باید باشه که بسته هست. یعنی با این کندل کاری ندارم، چون این کندل ممکنه بیا تا اینجاها دوباره برگرده بره تا اون بالاها، بعد این وسط بسته بشه، یه بدنه خیلی کوچیک داشته باشه، یا نه میتونه یه بدنه خیلی بزرگی داشته باشه. پس اون متغیره برای من کاربردی نداره. اما خود این کندل برای من کاربرد داره. این کندل میام این رو اندازه میزنم، میگم 1513. خب ماشین حساب رو باز میکنم، میگم 1513 تقسیم بر 9531. اینو ضرب در 100 کافیه بکنم، میگه 15 و 8. حالا اصلا شما بگید 16%. این کندل 16% این کندله. دقت کردید؟ یعنی اندازه 16%. خب برم ببینم این چه کاربردی برای من خواهد داشت. اینجا برای من کاربردها رو گفته. میگه آقا اگر 60% و 60% به بالای کندل معیار شما بود، کندل خطکش شما بود، شما تقاضای خیلی زیاد دارید و به اون کندل میگیم کندل لانگ. یعنی من اگر بخوام اینجا باز مجدد این رو بیارم، بذارید بقیه رو بگم بعد اون رو بریم سراغش. پس اگر من ببینم که اندازه کندلی که من دارم بررسی میکنم 60% و بالای 60% هست، اون تقاضا برای من تقاضای خیلی زیاده یا عرضه خیلی زیاده. اگر
سبز باشه یعنی صعودی باشه، تقاضای خیلی زیاد. اگر قرمز باشه، عرضه خیلی زیاد. و بدنش هم اندازش چیه؟ لانگ، خیلی بلنده. اگه بین 40 تا 60% باشه، عرضه یا تقاضاش مهم نیست، میگیم زیاده. حالا عرضه باز قرمز رنگ یا مشکی رنگ، تقاضا سفید رنگ یا سبز رنگ. به اینم سایز کندلش رو میگیم متوسط. زیر 40% باشه از نظر ما کمه و بهش میگیم شورت، یعنی تقاضا و عرضش کمه. حالا بستگی باز به رنگش. نزدیک صفر باشه یعنی بیاد مثلا زیر 10%. خب اون کندلایی که ما توی بازار ایران داریم متاسفانه به خاطر صف خرید به این شکل اینطوری میره جلو، اینها در صورتی که خب تقاضای خیلی بالایی هست، اینجا ما نمیتونیم این رو کامل درک بکنیم. اما یه همچین چیزی تو بازار خارج از کشور به هیچ عنوان نیست. یعنی زمانی که صف خرید و صف فروش میشه تو بازار ایران، این قانون برای ما کارایی متاسفانه نداره. ولی در بازار خارج از کشور شما اصلا کندل اسپینینگ و کندلای خیلی دوجی خیلی کوچیک رو خیلی کم دارید. لذا اونجا کاملا این قانون کاربرد داره و اون رو میگه خیلی کم و ناچیز، یعنی تقاضای عرضه خیلی کم. در صورتی که توی بازار ایران میتونه تقاضای عرضه خیلی زیاد باشه. یعنی این چیزیه که متاسفانه در بازار ایران به وجود. خب این رو پاک بکنیم، بریم روی صفحه نمایشگرمون. اینجا به یک نتیجه میرسم من طبق اون جدولی که دارم. خب من بالای 10% هستم ولی عرضه خیلی کمی دارم. در تایم 1 ساعته من یه عرضه خیلی کمی دارم. اونم چطور به دست آوردم؟ به نسبت گرفتم. یعنی اومدم گفتم آقا اندازه این کندل من که تقاضای خیلی زیادی از نظر من شده خطکش من و شما نسبت به این خیلی کوچیکی 15% اینی، لذا عرضه خیلی اندکی در بازار دارم. این نظر فعلی منه، یعنی نظری نیستش که ثابت باشه. ما قصدمون چی بود؟ قصدمون تحلیل بود. توی حالا در واقع تریدینگ ویو هم باز به همین صورت. اونجا شما حالا تعداد کندلا رو در واقع میتونید باز با همین از اینجا اگر بذارید تا اینجا ببینید این بالا به شما میگه تعداد بارها رو به شما میگه. مثلا 4 ساعت هست تا مثلا 60 کندل بریم مثلا تا اینجا. این میشه 60مین کندل که من علامتم بذارمش. این میشه 60مین کندل. حالا بین اینا با چشم اول بزرگترینش رو شناسایی میکنم که به نظرم این و این از همه بزرگترن. باز میام اینجا این رو اندازه میزنم. این $178. این $168. خب مسلما این کندل بزرگتریه. و بعد میام دوباره مجدد اینجا این کندل رو اندازه میزنم. یکم خطا رفت. این 34 که باز به همون نسبت، یعنی 34 به 178 رو میام اینجا تقسیم میکنم. تقسیم بر 178 میشه 19% که بازم مثلا این تقاضای خیلی کمی نسبت به این تقاضایی که اینجا داشتم در بازار وجود داره و در یک بازه زمانی من دارم اینو میبینم متوجه میشم که تقاضا الان خیلی کمه. و حالا با یه سری چیزهای دیگه ای هم که در کنار هم اگر بذاریم الان کاملا برای ما مشهود میشه که مومنتوم حرکتی به شدت در حال کاهشه. این هم داره اون رو تایید میکنه و حالا مسئله خیلی زیاد دیگه ای که میشه ازش استفاده کرد.
این تا اینجا. خب حالا بریم سراغ ادامه مبحث. میگه ما برای اینکه این تئوری رو بخوایم کامل بکنیم باید ببینیم جهت حرکتمون هم چی بوده. جهت حرکت، جهت اولیه ربطی به صعودی بودن یا نزولی بودن نمودار اصلا نداره. اون اصلا بحث دیگه یه بعدا بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. الان میخوایم ببینیم جهت حرکت ما به کدوم سمت. جهت حرکت رو چطوری میسنجیم؟ این کندلی رو که داریم بررسی میکنیم، آخرین کندل که کلوز شده رو داریم بررسی میکنیم، 2 تا خط میذاریم بالا و پایینش. خب بالا و پایین یعنی حالا اگه شادو داره شادوی بالا و شادوی پایین، اگر شادو نداره اوپن و کلوزش. اولین اوپنی که خارج محدوده باشه رو به عنوان جهت میگیره. خب اگر این اوپن پایین باشه مثل این، یعنی جهت اولیه ما به سمت بالاست، جهتمون صعودیه. باز میگم ربطی به روند صعودی نداره، جهتمون صعودی. و وقتی اولین اوپن، ببینید اینم علامت گذاری شده، اولین اوپن خارج در واقع محدوده و از سمت بالا داره میاد، یعنی جهت اولیه‌مون نزولیه. پس جهت ربطی به روند نداره، صرفاً برای اینه که ما میخوایم منطق روانشناسیمون رو کامل بکنیم. تا اینجا دوستان سوالی ندارن؟ میخوایم بریم کامل وارد بشیم. کدوم مبحث رو اسمشو بنویسید که من جهت. بذار جهت رو با شکل خدمت شما بگم. خب من اینجا همه شکل‌ها رو پاک میکنم از روی تصویرمون، اندیکاتورم پاک میکنم. من از خاطرم رفت بپرسم تصویر رو دارید دوستان دیگه؟ بسیار عالی. دیگه دوستان ننویسن، مطمئنم بقیه هم دارن، یه نفر داشته باشه بقیه هم. خب بریم با هم دیگه جلو. ببینید ما گفتیم آخرین کندل رو بررسی میکنیم. آخرین کندل کدوم کندلی؟ کندلی که بسته شده، بالاترین قیمتش و پایین ترین قیمتش رو علامت گذاری میکنیم. به این صورت اولین اوپن خارج محدوده برای ما جهت رو مشخص میکنه. اولین اوپن خارج محدوده اینجاست. اگر پایین باشه مثل این، جهت اولیه ما صعودیه، ربطی به روند نداره، جهتمون صعودیه. خب حالا برعکسش رو ببینیم. مثلا این کندل رو داریم بررسی میکنیم. ببخشید اینو اشتباه گذاشتم. خب این مجموعه رو داریم بررسی میکنیم. این رو خب اولین اوپن خارج محدوده بالای اینه، یعنی این کندل، لذا جهتمون نزولیه. اینجا اولین اوپن زیر بود، یعنی جهتمون صعودیه. این یکی اولین اوپنمون در واقع خارج محدوده و بالای اینه، یعنی از بالا داره میاد پایین. یکی از پایین داشت میرفت بالا، یکی داره بالا میاد پایین، لذا جهت اولیه‌مون نزولیه. خب فکر میکنم دیگه جواب سوال رو گرفته باشید. اگر اوکی بود یه مثبت بذارید که من بقیه مبحث رو. جواب باوی. خیلی خوب بریم سراغ ادامه بحث. خب میگه آقا جهت اولیه من
دو تا حالت داره، یا صعودیه یا نزولی. یعنی کل حالت ها همینه دیگه. صعودی که تعریفش مشخصه، اولین اوپن زیر، نزولی هم اولین اوپن بالا. خب میگه اگر صعودی باشه، جهت اولی هم صعودی باشه، حالا یه حالت دیگه به وجود میاد. بدنم چیه؟ بدنه اون کندل هم چیه؟ یا صعودیه یا نزولیه. کل حالتایی که تو بازار میتونه اتفاق بیفته، غیر از این حالات اتفاق نمیفته. خب حالا این بدنه من 4 تا حالت بیشتر نداره. بدنم صعودیه، بلند، متوسط، کوتاه، کوتاه‌ترین. خب بدنم نزولیه، بلند، متوسط، کوتاه و کوتاه‌ترین. پس کل حالت‌هایی که یک جهت صعودی داره یعنی چی؟ من این دوتا خط رو میکشم، این کندل این وسط قرار داره، اولین اوپن خارج محدوده اینجاست، یک کندل اینطوری مثلا خورده شده، اینم یه همچین کندلیه. خب اول یعنی نکات به این صورت میاد: جهت صعودی، درسته، بدنه صعودی که داریم میبینیم دیگه، اینه، این بدنه است. حالا اینو باید مقایسه کنم چطوری با همون روشی که الان دیدیم. چند درصده؟ مثلا 61% کندل معیارمه به این حالت. پس دوباره میگم از اول، جهت در واقع اینها رو میذاریم، جهت رو تعیین میکنیم، دوتا خط رو میکشیم، جهت رو تعیین میکنیم، یا صعودیه یا نزولی. فکر کنیم الان صعودیه. بدنم یا صعودیه یا نزولی. حالا فکر کنید الان این یکی بیاد، مثلا میخوام حالت دوم رو بررسی کنم. میگم آقا بدنم یا صعودیه یا نزولی، مثلا دفعه نزولی. حالا این نزولیه در مقایسه با کندل های قبلی بلند، متوسط، کوتاه یا کوتاه‌ترین. حالا روی این یکی حالت، این کندلی که مثلا من دارم بررسی میکنم، یک کندل صعودی میذارم، یک کندل نزولی. الان اینو میریم با هم دیگه توی شکل، در واقع توی متا تریدر هم میبینیم. اولین اوپن هم مثلا اینجاست، اولین اوپن بالای محدود است، پس جهت اولیه هم نزولیه. این پاسخ رو گرفتیم. بدنه این کندلم صعودیه. 4 حالت بیشتر ندارم، یا بلنده یا متوسطه یا کوتاه یا کوتاه‌ترینه که الان تحلیل های همش رو خواهیم دید. جهت اولیه‌ام نزولی، اولین اوپن خارج محدوده از بالا. کندل من نزولی، این کندل. بدنه این کندلم یا بلنده یا متوسطه یا کوتاه یا کوتاه‌ترین. ما همین حالت‌ها رو بیشتر نداریم. کل بازار تو این حالت، ببینید 16 حالته کل بازار، یعنی زمانی که شما دارید بازار رو رصد میکنید تو این 16 تا حالت خلاصه میشه. هیچ چیزی بیشتر از این 16 تا اصلا وجود نداره. یعنی کلا غیر از این 16 تا هیچ اتفاق دیگه ای نمیفته. این خیلی مهمه. یعنی شما تمام حالتهای بازار رو دارید. خب بریم با هم دیگه ببینیم این رو. میگه آقا جهت اولیه هم صعودیه، درست شد. کندل من بلند صعودیه، بدنش بلنده دیگه. بلند بودنش هم بر اساس همون چیزی که با هم دیگه الان دیدیم تفسیر میکنه. خب میگه من 2 تا الگو برام به وجود میاد. یعنی جهت اولیه هم که رو به بالاست، بدنم هم بلند صعودیه. توقع من چیه؟ اصلا چی داشتم توی بازار؟ تقاضا داشتم، یعنی دارم قبل از این کندل رو بررسی. انتظارم چیه؟
اینه که تقاضا باز هم داشته باشم. پس میشه ادامه تمایلات صعودی، انتظار ما نوسانات صعودیه و برای اینکه این تایید بشه باید چه اتفاقی بیفته؟ های این کندل من بشکنه. خب الان من میخوام این تحلیل کنم. میگم چی؟ میگم آقا مومنتوم حرکت این نمودار رو به بالاست، خوبه، اوکیه، مومنتوم قوی داره. سطح من مثلا R1 هم 25% با اینجا فاصله داره. سطح S1 هم یا مثلا چه میدونم S2 هم، حالا من نمیدونم، حالا هر کدوم مثلا توی این محدود است. حالا یه سطح دیگه ای هم داریم مثلا توی این محدود است و 10% فاصله داره. حالا الان این کندلی که خورده نسبت به همه کندلایی که بوده تا الان مثلا بزرگتر بوده، اصلا یه کندل خیلی بزرگیه و تقاضا هست. به محض اینکه های این بشکنه نظر من تایید میشه که احتمال ادامه روند صعودی من به شدت بالاست. مجدد من تکرار میکنم. مومنتوم حرکتی من خوبه، بالاست. سطح آریه که من 25% 30% با من فاصله داره، 10% هم سطح اس هم با من فاصله داره. خب اینطور مثال داریم میگیم. کندل من توی 30 تا کندل، توی 40 تا کندل ها بستگی به اون تایمی که دارم بررسی میکنم خیلی بزرگی، کندل بزرگیه. خب توقع من اینه که قیمت بره بالا. این در صورتی تایید میشه که های من بشکنه. پس سلام. این یه تحلیل کامل میتونید بدید به معامله گرد. حالا میگه اگر الگوی بیم اتفاق افتاد. الگوی بی چیه؟ میگه من توقعم اینه که اصلا الگوی اتفاق بیفته. این برای من حائز اهمیت تره. ولی اگه الگوی بی بخواد اتفاق بیفته، الگوی بی چطور اتفاق میفته؟ تغییر نوسانات صعودی و شروع نوسانات نزولی. انتظار ما اون موقع میشه نوسانات نزولی، تاییدیه‌اش هم شکست 25% بدن است. یعنی چی؟ میام اینا اندازه میزنم، میگم آقا اگه 25% به پایین اومد کار تمومه. از نظر من دیگه فعلا این صعودی نمیکنه. حالا شما میای میگی آقا مثلا میره پایین دوباره برمیگرده. نظریه من شکسته شده. من میگم اگر میخواد این پرقدرت با همون مومنتوم حرکت بکنه، نظریه من نباید فعل بشه، بدنم به سمت پایین نشکنه. حالا شکست اینجا چه معنی میده؟ شکست دقیقا اینجا همین معنی میده که کافی قیمت بیاد بره پایین 25% این و برگرده بالا. از نظر ما اینجا میتونه این روال اتفاق بیفته. اگر اومد اینو زد دوباره بالا رو شکست، دوباره میریم رو نظریه ایمون. ولی تا زمانی که اومد زیر این، نظریه بیمون هنوز برقراره. دوباره تکرار میکنم، این سطح رو دارم به عنوان سطح بی. انتظارم این بوده که توی حالت آ اتفاق بیفته. این اتفاق نمیفته، قیمت میاد زیر این. من انتظارم اینه که دیگه نوساناتم نزولی بشه. تا زمانی که بالای آ نرفته همچنان انتظارم اینه که نوساناتم نزولی بشه. دوستان اینو سوالی دارن تا اینجا؟ بفرمایید اگه سوال دارید آقای بابی. باقی دوستان اگه سوال دارن بفرمایید، نه یه منفی بزن. خب بسیار. بریم بعدی. میگه جهت اولیه‌ام صعودیه، یعنی اینو کشیدیم، این اوپن این زیر بوده، اوپنمون اینجاست. پس جهت اولیه‌ام صعودی. بعداً من متوسط، یعنی بین 40 تا 60% چیه؟ کندل معیارم. حالا اگر خوب در نیامد ببخشید. میگه آقا یه الگو دارم، الگوی A. من میگم باید احتمال این که این اتفاق بیفته یعنی بیشتره، نه اینکه باید. اگر تایید بشه که های من شکسته، این توقع من تایید میشه. باز
توقعم چیه؟ اینه که تمایلات صعودی داشته باشم، همچنان نوسانات هم صعودی باشه و در صورتی این تایید میشه که های من بشکنه، این محدوده بره به سمت بالا. درست شد؟ میگه الگوی بیم چیه؟ میگه دوباره همون تغییر نوسانات صعودی به نزولی. انتظارم اون موقع میشه نوسانات نزولی و تاییدیه شکست من میشه شکست 50%. چون کندلم متوسطه شکستم 50%. اگه کندلم بزرگ بود مثل این، در واقع لانگ بود مثل این، گفتم 25%. ولی چون متوسطه بهش میگم 50%. اگه 50% رو بیان به پایین دیگه انتظاراتم میره به سمت الگوی بی. الگوی بی چی میگه؟ میگه آقا تغییر نوسانات، شروع انتظارات نزولی، تاییدیه هم شکست بدنه به سمت 50%. آقا اومد اینو شکست، دوباره رفت بالا رو هم شکست. خب اون موقع دوباره به سمت بالا رو در واقع من میگیرم. اومد رفت بالا، خب و بعد اومد پایین شکست. من انتظارم اینجا این بودی که این بره بالا، ولی میاد باز پایین میشکنه، دیگه دوباره انتظاراتم تغییر میکنه. ممکن اصلا بخواد توی محدوده رنج بزنه، ولی از نظر من اگر 50% رو بیاد به پایین دیگه انتظارات بی رو ازش انتظارات آ رو دیگه ازش انتظار ندارم. بریم بعدی. میگه که جهت اولیه‌ام با صعودی اوپنه زیره، بدنم کوتاه، یعنی چی؟ زیر 40% میشه بدنه کوتاه. من الگوی عام چیه؟ میگم آقا کاهش تمایلات صعودی، یعنی تمایلات صعودیم کم شد. انتظارم نوسانات نزولی. تاییدیه حرف من شکست لوی این کندل بشکنه، از نظر من تمامه. میرم به سمت اینکه نزول بکنم. الگوی بی چیه؟ کاهش پیدا کرده مسلما تقاضای من دیگه، چون کندل معیار من خیلی بزرگتر از این کندلم بوده. ولی الگوی بی اگر بخواد اتفاق بیفته، یهو مثلا کندل بعدی میاد اینطوری نمیشه، میزنه بالا. یه موقع اگر اومد و های من شکست، من دیگه انتظار ندارم که رونده نزولی داشته باشم یا حداقل قیمتم نزول بکنه. ادامه نوسانات صعودی رو خواهیم داشت. انتظار منم نوسانات صعودیه و تاییدیه هم شکست های. بریم بعدی. بیا آقا جهتم صعودی، همچنان جهت اولیم، بدنم هم خیلی کوتاه، همون دوجیا و خیلی کوچیکا. الگوی عام چیه؟ کاهش تمایلات صعودی. چرا؟ چون این خیلی کوچیک شده. کندلای عرضه و تقاضای من قبلا اینطوری نبوده. انتظار من چیه؟ نوسانات نزولی. تاییدم باز شکست لو. الگوی بیم ادامه نوسانات صعودی، یعنی چی؟ یعنی بیاد های من بشکنه. انتظار من نوسانات صعودی اگر های من شکست و تاییدیه حرف من شکست های. خب این اون 4 حالت اوله، یعنی جهت من، جهت اولیم صعودیه و با بدنه های مختلف دارم این رو میسنجم. امر بعدی. دوستان صدای من رو دارید؟ یه لحظه آخه من خودم قطع شدم. بسیار عالی. خب این جدول رو داریم، بریم بر اساس این جدول یه چند تا نمودار رو با هم تحلیل کنیم. نمودارهایی که همین الان هستن. الان که صدام هست دیگه، اوکی دیگه، همه زدن بله دیگه. خب بریم یه چند تا چیز رو ببینیم. اول این جدول رو ببینیم. دقیقاً تو این جدول کامل توضیح داده. میگه آقا نوع کندل هم چیه، لانگ، مدیوم، شورت و اسپینینگ خیلی کوچیکه. الگوی عام
همین تمایلات سعودی، انتظارم، تاییدیم و الگوی بیم چیه. بعد توی مدیوم همه اینها، توی شورت همه اینها و توی اسپینینگ هم همه اینها رو داریم. خب من این گفتگو رو ببندم، بریم یه دقیقه سفر رو به اشتراک بذاریم، یه نگاهی به این قضیه داشته باشیم توی نمودارهای مختلف. خب همین اتریوم رو یه لحظه بریم جلو، یا BTC رو بریم، بذارید BTC رو بریم، در دیلی بریم جلو. تمام خطوط رو من پاک میکنم. خب کافیه که همین 60 تا کندل برای من کفایت میکنه. ببینید مثلا اینا هم هستی، اینم خیلی بزرگتر. این به نظر من دیگه از همه اینا بزرگتر، توی این محدوده که داریم میبینیم این از همه بزرگتر. خب پس یکم رفتم عقب‌تر، یعنی از این دارم واسه یه چند تا رو اندازه گیری میکنم. این 5305. این هم یه اندازه گیری بکنیم دیگه، باقی به نظر من زیر اینا. خب اون باز بزرگتر بود، این هم یه اندازه بگیرم. اینم 4300. پس 5320 از همه بزرگتره. اینو می نویسم اینجا. میام سراغ این کندل. 1411. میام 1411 رو مجدد میزنم تو کلکولیتور و تقسیم میکنم بر 5320. میشه 26%. زیر 40% بحث کم میشه. خب ولی بالای 10%. بیام خطها رو بذارم. خب اولین اوپن میشه اینجا. بر اساس جدول جهت من چیه؟ سعودیه. جهت اولیه من سعودی. کندلم چیه؟ نزولیه. دقت کردید؟ جهت اولیه‌ام سعودی، کندل من نزولی. الان من کندلم چقدریه؟ کوتاهه. درسته؟ خب حالا پس الگوی A من چیه؟ کاهش تمایلات سعودی. درسته؟ و کی تایید میشه؟ زمانی که این به سمت پایین شکسته بشه، لوی من به سمت پایین شکسته بشه. اگر های من به سمت بالا شکسته بشه، نظریه بی من اون موقع ارجحیت داره، یعنی ادامه مجدد تمایلات سعودی و نوسان سعودی رو ازش خواهیم دید. بریم اینو روی مثلا یه چند تا کندل قدیمی تست بکنیم. مثلا فکر بکنید اینجا، خب مثلا این کندل رو داریم میبینیم. دقت کنید. حالا فکر کنید همون اندازه و همون چیز رو داریم که تقریبا هم همونه، یعنی از همه بزرگتر همونه. این رو مجدد باز من اندازه میزنم، میشه 4067. 4067 تقسیم بر
اون عدد باید بشه. بس کلکولیتر رو بستم یادم میره هی میبندمش. تقسیم بر 5320 میشه 76%. خب پس تقاضای خوبی دارم. حالا جهت اولیم سعودی، تقاضای زیادی هم دارم، کندلم هم سبز. توی این جدوله که حالا با هم دیگه دیدیم میشه چی؟ الگوی A من میشه شکست آ، یعنی شکست های که میتونه این محدوده اتفاق افتاده باشه. خب ولی حالا چطور این بعد ادامه پیدا کنه؟ شکست های و ادامه مسیر دیگه. ولی میبینیم میچکنه و دوباره برمیگرده توی محدوده. پس همچنان الگوی آی من دیگه اینجا کاربرد نداره. باز چشم انتظارم که بره بالا و مسیرش رو ادامه بده. نمیده. میاد الگوی بیم همچنان توی این محدوده وقتی هستم هیچ نظری ندارم، یعنی بین های و لو وقتی هستم فعلا هیچ نظری ندارم. الگوی بیم اینجا اتفاق میفته. دقیقا زمانی که الگوی بی من اتفاق میفته و تقاضای من تقاضای زیادی بوده و الگوی بی اتفاق میفته، شاید یه همچین افتی هستیم. پس نظریه روانشناسی عرضه و تقاضا کاملا کاربردی. اینو همین الان با هم دیگه انجام دادیم و دیدیم. تا اینجا دوستان سوالی دارن؟ اگر ندارید دوستان منفی بذارید. خب ببینید این مطالب خیلی ساده است، خیلی هم ساده به نظر میاد و پیچیدگی یه سری مطالب دیگر رو نداره که تا الان خیلی هاشو دیدیم، اما مطالب زیاده. الان حالا میریم با هم دیگه 4 تا جدول دیگه، 16 حالته. این 16 حالت رو باید همه رو بلد باشید. متوجه هستید؟ ما راجع به استراتژی این هم صحبت خواهیم کرد. حالا یه استراتژی هم بر پایه این هست. بله اسکالپ توش میشه از این طریق استفاده کرد، ولی باید این رو بیشتر برای تحلیل ما به کار ببریم، یعنی نظریه رو در واقع بدیم برای اینکه تحلیل بشه. فرمودن که با تشکیل کندل جدید ملاک تشخیص کنده. آها ببینید این سوال قشنگیه دیگه. این سوال قشنگی. میتونه این اتفاق بیفته، ولی وقتی شما همچنان تو اون محدوده هستید خیر. ولی اگر اون محدوده یه بار به سمت بالا شکسته بود، یک بار به سمت بالا شکسته بود یا به سمت پایین شکسته بود، میتونستید محدوده رو تغییر بدید. خب یعنی چی؟ یعنی دقیقاً توی همون مثالی که دیدیم یه دونه شادو به سمت بالا داشتیم، میتونستیم بیاریم بذاریم روی اون، بگیم آقا این به بعد اگر این شکست اونجا زودتر میتونید وارد معامله بشید. ولی حواسمون به این باشه که کندل تقاضایی ما خیلی بزرگ بوده و کندل عرضه‌ای بعدیمون که مثلا اتفاق افتاد. بذارید همون مثال یه بار با هم ببینیمش. سوال قشنگی کرد آقای خرمندا. دقت کنید اینجا رو، ما اینو اندازه زدیم، کندل تقاضایی ما کندل بزرگی بود، درسته؟ اینا اومد به سمت بالا، اینو شکست، اما خب ادامه نداد، دوباره برگشت توی همین محدوده، یعنی دوباره اومد اینجا کلوس کرد. خب ما انتظار داشتیم این بالا مثلا بمونه و اینها که نموند. خب میتونستیم دقیقاً محدودمون رو ببریم اینجا. خب و با شکست این محدوده بگیم آقا میره به سمت پایین، که دقیقاً حالا در واقع باز اینجا دو تا نظریه است، میگن صبر کنید بالاش کلوز کنه یا اینکه به محض اینکه رفت زیرش. اینجا در واقع شما میتونید این نظریه رو داشته باشید که آقا وقتی اومد اینجا دیگه من مطمئنم که نوسانات نزولی دارم. اما باید به این نکته توجه کنیم که نسبت ارزی که اینجا داریم نسبت به این تقاضایی که اینجا بوده عدد محدودیه، لذا این همونطوری که اون کندل بزرگ شده بود خطکش ما، اینم توی این محدوده کوچیک میتونه خطکش ما باشه و این رو بیشتر ملاک عمل قرار بدیم تا این کندل. ولی الان ما بحث ترید نداریم، یعنی شما بر اساس همون کندل به کندل دقیقاً برید جلو و بر اساس همون کندل به کندل جلو رفتن تو تحلیل کنید. بس سلام. خب بریم جلو. میگه آقا جهت اولیه من نزولیه. جهت اولیه من نزولیه، اما کندلی که اینجا دارم سعودی بلندم هست، لانگه، درسته؟
الگوی آی من چیه؟ الگوی آی من اینه که های من به سمت بالا بشکنه. اگر بشکنه چه اتفاقی میفته؟ من میدونم که نوسانات صعودی من ادامه دار خواهد بود و احتمال اینکه من قیمتم صعود بکنه بیشتر. حالا به ناگاه چه اتفاقی میفته؟ میاد و 25% بدنه من میشکنه. یه چیزی رو اونجا ما اشتباه کردیم، منم حواسم نبود، دوستانم هیچ کدوم نگفتن تو مثال قبلی. یه لحظه من حواسم نبود تو همون مثال بیت کوین یک چیزی رو اشتباه کردیم، هیچکی هم نگفت. بریم ببینیم چی رو اشتباه کردیم. ما اینجا مگه نگفتیم که جهت اولیه‌مون صعودیه، این کندلمون هم کندل بزرگیه، محدوده‌ای که من باید تعیین می‌کردم باید این محدوده می بود، یعنی باید اینو اندازه می‌زدم. مثلا بود 399 تقریبا، مثلا میشه چقدر این 6%، تقریبا همین حدود میشه 2.5%. خب مثلا 3%. یعنی ما باید با شکست 25 صدم این بدنه میگفتیم که آقا تمایلات ما نزولی میشه، در صورتی که آورده بودیم گوشه بودیم رو لو. چرا؟ چون کندل ما کندل لانگی بود، ولی حواسمون اصلا به این نبود، یعنی خود من اصلا حواسم نبود، هیچ کدوم از دوستانم حواسشون نبود، اینو نگفتن. کندل من چون لانگ هست با شکست 25% بدنه من به سمت پایین، من میرم وارد فاز نزولی میشم، نه اینکه شکست لو. یعنی این حالا یه بار رفته بالا یه بار اومده پایین، این خیلی تاثیر نداره، ولی دقیقاً تو این کندل دیگه شما مطمئن بودی که روند نزولی، لازم نبود تا این انتها صبر بکنی، چون کندل ما لانگ بود، کندل بزرگ بود. اگر متوسط بود، میگم مطالب خیلی ساده است ولی فراره، یعنی خود من الان اینو از خاطرم رفته بود دیگه. بذارید این رو دوباره این تیکر مثلا یه دونه کندل، من فکر میکنم این کندلمون 5000 چقدر بود؟ 5300 بود. یه کندل تا 40 تا 60% گیر بیاریم، مثلا این 1600 کوچیکه، این مثلا حالا به طور مثال مثلا فکر کنید این یک کندل متوسطه تقریبا دیگه، 2000 تقریبا یک کندل متوسطه. این رو چیکار میکردم؟ این رو میمدم میگفتم این هایش اگر بشکنه الگوی آی من درست میشه، و باز اینم باز لوش رو نباید میشکست، باید 50% بدنه، نصف بدنه به سمت پایین اگر شکسته میشد، من میگفتم تمایلات نزولیم بروز میکنه، نه تمایلات صعودیم، یعنی الگوی بی من بروز میکنه. و وقتی که کندل من کوچیک بود، یعنی مثلا مثل این بدنه کندل من کوچیک، خب یه محدوده رو تعیین میکردم، این محدوده دیگه کف و سقف بود، اگر به سمت بالا میشکست الگوی بی من بود که تمایلات صعودی بود، اگه به سمت پایین میشکست الگوی ای من بود که تمایلات نزولی بود. پس این رو حواسمون باشه، وقتی کندلمون بزرگه محدوده احتیاطمون 25%، متوسط 50%، کوتاه و دیگه خیلی کوچیک میشه هم کل اون محدوده های و لو. پس میبینید خیلی این مطالب فراره. دوستان همه صداشون قطع و وصل میشه؟ آقای خرمندار شما نوشتید، بقیه دوستان صداشون قطع و وصل میشه؟ خب آقای خرمندار مشکل اینترنت شماست، نباید هم بشیم، چون همین اینترنت خیلی پرقدرت داریم، هم سایت خوبیه، اینترنتتون رو یه چکی بکنید. خب مطالب پس میبینید دوستان فرهمی الان خود من از خاطرم رفتیم، داشتیم اینو چیز میکردیم، در واقع جابجا میکردیم و اندازه گیری میکردیم، به خاطر اینکه توی جایی ننوشتم از خاطرم رفت.
یعنی باید قشنگ اینا رو بر اساس همون جدوله بذاریم جلومون. آقا 25% وقتی شکست من باید حواسم باشه وقتی بلنده. پس این رو خیلی ساده ازش نگذاریم. میدونم خیلی ساده است، خیلی چیزای روون و ساده ایه، اما مطالب فراره. حتما اصلا ببینید میگم این در واقع حالا یه نوع نگاه خیلی زیبا و قشنگی. حالا توی تحلیل بعدا ان شاءالله برید جلو باید میگفتید آقای بابی، اصلا باید میگفتید، چون این یه خطا بود دیگه. خطایی بود. اگر واقعا متوجه شدید که خیلی عالی، چون من خودم حواسم نبود متوجه نشدم، ولی بعد یه لحظه الان اسلایدها رو دیدم حواسم اومد که ای بابا اون لانگ بود، چرا اونو 25% نذاشتیم. پس ببینید به همین سادگی میشه خطا اتفاق بیفته و بعد این خطا خیلی میتونه تو کارمون باز بره جلو. خیلی جاها اینطوری خطا کردیم چون ننوشتیم یادمون نیست، حالا بعدا تو تریدا متوجه خواهید شد. خب دوستان اگه سوالی دارن که بپرسن، اینا که ادامه بدیم چون زیاده. همه 16 تا حالت رو باید ببینیم با هم. جدول مندلی و مرور که خب بذار توی یه حالت دیگه دوباره میبینیم اینو، ولی جدول رو الان یه مرور میکنیم با هم. بذار جدول یه مرور میکنیم ولی توی یه حالت دیگه دوباره اینو میبینیم. ببینید مثلا این جدولمونه دیگه، این باید جلومون باشه، اینو باید داشته باشیم. میگه بعد اینو حفظ میشیم من الان یه لحظه از خود درم رفت یعنی حفظ میشیم، یعنی خب بهتر اینو داشته باشیم. میگه آقا جهتتون رو که پیدا میکنید، روشش رو میدونید، های و لو رو میذاریم جهت پیدا میشه. های و لو رو بعد برمیداریم. حالا میایم ببینیم این کندلمون چقدریه. اگر لانگ بود، خب لانگو که تعریفش رو میدونیم باز. اگر 60% اون کندل چی بود؟ خطکشمون بود. اگه 60% به بالای کندل خطکش ما بود چیکارش میکنیم؟ میگیم آقا این لانگ. خب اگه لانگ بود یا صعودیه یا نزولی. اگر صعودی بود خب که این 25% رو میذاریم و های مشخص میکنیم، 25% رو میذاریم. اگه مدیوم بود با صعودی بود هایو میذاریم و 50% رو مشخص میکنیم. اگر صعودی بود ولی کوتاه بود های و لو رو مشخص میکنیم. حالا اگر بلند بود این 25% رو مشخص کردیم. الگوی آمون چیه که بره بالای این های. الگوی بیمون چیه؟ بیاد پایین 25%. اومد پایین 25% میگیم الگوی بی شکل گرفت. توی این اگر رفت بالای های یعنی تو مدیوم دیگه، رفت بالای های الگوی آ شکل گرفته، اومد پایین 50% الگوی بی شکل گرفت. پایین 50% بدنه، حواسمون باشه مدیوم 50%، لانگ 25%. شورت اگر بود چی؟ های و لو، بالاترین و پایینترین، اومد پایینش الگوی آ شکل گرفته، رفت بالاش الگوی بی شکل گرفته. دقت کرد؟ باز توی کوتاهترین های و لو، رفت بالاش الگوی بی شکل گرفته، اومد پایینش الگوی آ شکل گرفته. اینا برعکس همنا، یعنی تو مدیوم و لانگ الگوی آ صعودیه، تو کوتاها الگوی آ نزولیه. این از این برای حالت اول، 4 حالت اول. پس ببینید فراره. خب میگه آقا جهت اولیه من به سمت پایینه، من قیمت رو دارم احساس میکنم داره میاد پایین، جهتم نزولیه. خب به روند کار ندارم، خب جهت چی بود؟ های و لو این کندل میذاشیم. اولین اوپن خارج محدوده اگر بالا بود میگفتیم نزولی. خب جهت اولیه هم نزولی، اما کندلم صعودی و بلند. جهت اولیه نزولی، کندلم اما صعودی و بلند. خب انتظار من چیه؟ که این رونده احتمالاً دیگه تغییر، یعنی دیگه این جهت هم دیگه به سمت پایین نمیره، بعد این احتمالاً میرم بالا. خب پس تمایلاتم صعودی میشه، انتظاراتم نوسانات صعودی، تاییدم شکست های. این میشه الگوی A من. الگوی B من چیه؟ میگه آقا شروع نوسانات نزولی، تمایلاتم هم نزولی بشه. چطور این تایید میشه؟ محدوده احتیاطم 25%. چرا 25%؟ چون لانگه. چطور فهمیدم لانگه؟ اومدم اندازه زدم 60 تا کندل، 70 تا کندل، 120 تا کندل بررسی کردم. این
بالای 60% بزرگترین کندل من بود. پس برای من بزرگه، هم بزرگه هم سعودیه. ولی الگوی بی من چطوری اتفاق میفته؟ به شرط اینکه 25% من به سمت پایین بشکنه. به محض اینکه شکست چی میگم؟ میگم آقا نوساناتم نزولی میشه، انتظارم هم نزولیه، تاییدم هم شکست 25% بدن است. جهت اولیه من نزولیه، کندلم هم متوسط صعودیه. باز چطوری اندازه گرفتم؟ همه اون کندلا رو اندازه گرفتم، تو اون جدوله نگاه کردم، دیدم این بین 40 تا 60% بزرگترین کندلمه، بزرگترین خط کشمه. متوجه شدم که این چیه؟ یه کندل متوسط. اندازه هاشو میذارم، یه های میذارم، یه 50%. تمایلات اولیه‌ام اینه که من فکر میکنم احتمالاً این صعود بکنه. چطور صعود میکنه؟ به شرط اینکه هایو بشکنه. چرا این تصور رو دارم؟ چون که توی 60-70 تا کندل گشتم، دیدم آقا این یه تمایلات مناسبی داره، متوسطه. تایید حرف من شکست های. حالا میگم ممکنه الگوی بی اتفاق بیفته. الگوی بی من چیه؟ شروع تمایلات نزولی، نوسانات نزولی ازش انتظار دارم اگر محدوده 50% منو به سمت پایین بشکنه. 50% بدنه متوسط، لانگ 25% بدنه، مدیوم 50% بدنه، کوتاها همه بالا و پایین، بالاترین قیمت و پایینترین قیمت. کندل من کوتاهه، اندازه زدم، با خطکش مقایسه کردم، میگیرم کوتاه. جهتم ولی نزولیه، ولی کندلم هم صعودیه. الگوی A من چیه؟ شروع تمایلات صعودی، چون نزول داشتم تا الان دیگه، جهتم نزولی بوده، یهو یک کندل صعودی هرچند کوچیک به وجود اومد. الگوی A من اینه که تمایلاتم صعودی بشه. در چه صورت؟ انتظار صعودی ازش دارم در صورتی که هایو به سمت بالا بشکنه. محدوده من دیگه 50% 25% نیست، کل این محدود از بالا و پایین کنده. ادامه الگوی B میگه چه اتفاقی میفته؟ میگه آقا ممکنم این اتفاق نیفته، مجدد جهتم نزولی بشه. میگه در چه صورت این اتفاق میفته؟ در صورتی که لوی من بشکنه. لوی من به سمت پایین شکست، من میدونم تمایلاتم نزولی. خب میگه جهت اولیه من نزولی، با جهت رو میدونیم دیگه، 2 تا خط روی این کندل آخریمون میکشیم. اوپن خارج محدوده بالا بود، جهتمون نزولی، پایین بود جهتمون صعودی. جهت اولیه نزولی، کوتاه، خیلی کوتاه، زیر 10%. میگم آقا احتمال اینکه ولی تمایلاتم صعودی بشه هست دیگه، جهتم نزولی بوده، احتمال اینکه تمایلاتم صعودی بشه به شدت بالاست. انتظار من چیه؟ اینه که صعودی بشه. در چه صورت؟ در صورتی های من بشکنه. اگر لو من شکست، انتظارم دوباره نزولی میشه، شروع تمایلات نزولی، و فکر میکنم که قیمت میاد پایین. اینم جدولش به این شکله، هم چیزی که داریم میبینیم، قشنگ توضیح داده توش، و این جدول رو قشنگ باید بذارید جلوتون تا حفظ بشید دیگه، قشنگ راحت باهاش برید جلو. یا آقای لانگ بود، جهت اولیه‌مون نزولی بود، کندلمون لانگ صعودی بود، الگوی A مون چیه، الگوی B مون چیه، و همینطوری به ترتیب رفتیم جلو. بریم حالا اینم مثالهاش رو ببینیم. یه مثالی از اینم. اینجا رو نگاه کنید، من تمام اینا رو میبندم. یه جهت رو اول توی این کندل بسنجیم. یا اولین اوپن خارج محدوده این بالاست، یعنی جهت اولیه من چیه؟ نزولی. خب جهت رو علامت گذاری میکنم.
جهت رو علامت گذاری کردم، میرم توی جدولم نگاه میکنم، میگم آقا جان مثلا حالا کندلم هم باید بسنجم دیگه، بیام نگاه کنم ببینم توی دیلی دارم نگاه میکنم، توی 60 کندل کافیه. خب من فکر کنم این از همه بزرگتره این کندل. اینو اندازه میزنم مجدد، 7628 این کندل معیار منه، 7628. خب حالا این کندلی که میخوام الان بسنجمش رو اندازه میزنم، 4247. 4247. خب میام 4247 رو تقسیم میکنم بر 7628، میشه 55%. زیر 60%، پس متوسطه، ولی بین 40 تا 60%. پس این یک کندل متوسطه. تو اون جدوله میشه حالت دوم. یعنی چی؟ میگه آقا جهت من نزولی بود، جهت اولی هم نزولی بود، کندل من متوسط بود. خب کندلم که متوسطه، باید چیکار بکنم؟ محدوده احتیاطمو بیارم بذارم رو 50%. حالا اینو خودتون بعدا اندازه بذارید، من تقریبی دارم میذارم این 50%. خب حالا نظرم چیه؟ میگم آقا جان من احتمال میدم که ادامه تمایلات صعودی رو داشته باشم. در چه صورت؟ در صورتی بالا بشکن. درسته؟ اگر بالای من شکست، من احتمال میدم که قیمتم بره بالا و میبینیم اینجا کلوزم میده، یعنی بیرون این محدوده کلوز میده، بعد دوباره بعدیش میاد داخل این محدوده و باز مجدد میره بیرون این محدوده و کارش رو انجام میده. پس وقتی های من شکست، من احتمال میدم که شروع تمایلات صعودی داشته باشم و واقعیت هم اینه وقتی این های میشکنه شما دیگه چیکار میکنی؟ احتمال اینکه مثلا ورود به معامله بکنی زیاده دیگه، چون شما که نمیدونی کندل بعدی دقیقاً چی میشه، حالا به محض اینکه هایت میشکنه مثلا ورود. درسته؟ ولی اگر 50% هم به پایین میشکست، من میگفتم تمایلاتم نزولی میشه. حالا اگر به طور مثال این باز سعودیه، یه دونه پیدا کنیم نزولی باشه، ببینید فکر کنید این رو من علامت گذاری میکنم، اولین اوپن خارج محدودم میشه اینجا، باز جهتم نزولیه. درسته؟ فکر بکنیم این کندل بین حالا کندل های مجاور خود 60 70 تا کندل دیگه این مثلا جزو بزرگاست، مثلا فکر کنید که لانگه. حالا ما برای اینکه خیلی دیگه اندازه نزنیم چون چیزی مشخصیه و یه پروسه خیلی ساده ای داره، این کار رو نمیم. خب اینجا محدوده احتیاط من میشه 25%، یعنی تقریبا میشه اینجا. باز دوباره تمایلات هم به صورت چی میشه؟ میگه آقا اگر A اگر بالا شکست، من میگم میره بالا، اگر 25% شکست، من میگم میاد پایین. باز به همین ترتیب توی جدولا میتونید برید جلو، یعنی کوچیک هم پیدا بکنید و به همین صورت طی بکنید و نظرتون رو بدید. فعلا اصلا راجعش معامله نمیخوایم، نظرمون اینه. خب تعریف شکست هم خیلی مختلفه، ولی شما میتونید بگید تعریف شکست برای من کلوزه، یعنی این محدوده احتیاط دارم بعد کلوز کرد، از نظرم اینه که کلوز بکنه اون موقع تاییده. میتونم بگید نه بره پایینش با یه دونه شادو، مثلا من قبول هم که رفت پایینش من قبول دارم. خب فعلا این فقط نظردهیه، یعنی اصلا بحث ترید نداره. دوستان این رو هم متوجه شدم؟ پس شکست بالاترین محدوده کلوزی بالاترین، نفهمیدم سوالتونو آقای خرمندو. پس شکست بالاترین محدوده به صورت کلوز یا بالاترین رو ببینه کافی. خب هم الان اینو توضیح دادم دیگه، آره اینو گفتم فعلا الان بحث تحلیلی داریم، وقتی میخوایم ترید بکنیم قطعی میخوایم نظر بدیم دیگه، الان بحث تحلیل داریم. میتونیم بگیم ما رفت بالای این اصلا مهم نیست برای من کلوز. درسته؟ این خیلی برای ما فعلا اهمیت نداره، فعلا میخوایم نظراتمون رو راجع به بازار بدیم. خب مسلما کلوز کردن چیز قطعی تریه،
یعنی میتونیم ببریم به این سمت، ولی فعلا میخوایم نظر بدیم. استاد چرا برای الگوی آ نمیشه درصد شکست گذاشت؟ یعنی چی درصد شکست یا بابی؟ متوجه درصد شکست نشدم. آها نه دیگه، خب باید قطعی باشه. ببینید وقتی الگوی آ میخواد اتفاق بیفته باید یه سطحی باشه که بره بالای اون دیگه آقا تمام باشه. ما میخوایم ادامه تمایلات صعودی رو ببینیم. زمانی تمایلات صعودی ادامه پیدا میکنه که واقعا این کندل ما رو بتونه عبور بکنه. ولی وقتی یه تمایل صعودی اتفاق افتاده ولی اون تمایل صعودی ادامه پیدا نمیکنه، یعنی 50% یا 25%ش میشکنه، احتمال اینکه تمایل نزولی ادامه پیدا بکنه خیلی زیاده. متوجه هستی؟ یه چیز دیگه هم بگم، این نظریاتی که دارید اینجا میبینید نظریات جهانی ها، یعنی یه چیزی نیستش که من خودم گفته باشم، یه چیزی که در سطح جهان وجود داره و یه در واقع حالا نحوه نگاه و تحلیل جهانیه، اصلا چیز نداره. حالا ما اینو اومدیم داریم قاطی میکنیم با تحلیل‌های خودمون که بتونیم استفاده ازش بکنیم، ولی چیزی نیست که ما خودمون درست کرده باشیم. همون دیگه، حالا اینا رو باید توی تحلیل بگید. میگم توی تحلیل ما نظر قطعی نمیدیم دیگه، یعنی اینا رو باید بذارید توی تحلیل، بعد حالا با دید ترید بگید آقا این اتفاق افتاد من میخرم، ولی اصلا الان بحث پرایس اکشن رو فعلا جلو نبرید. نه آخه ببینید درصد که چیز نداره، احتمال ما بیشتر میشه. اصلا این چیزی که میگم، این چیزی که داریم میگیم، اینا باز یه چیزایی که تو ذهن خودمونه. این بر اساس چیزیه که بارها و بارها تو سطح دنیا، ببینید اینو یک مؤسسه‌ای حالا در واقع اوورده اینجا ترجمه کرده سالها پیش، که حالا به هر حال از تریدرهای خیلی قدیمی بازارهای جهانی بوده، اوورده اینجا دیگه مؤسسه‌ای زده بود و ترجمه کرده بود و اینو تدریس کرد یک دوره‌ای، و بعدم دیگه باز دوباره به هر حال اینجا با یک سری از در واقع این بزرگان این بازارهای مالی ایران نساخت و بنده خدا گذاشت رفت. ولی یک نظریه جهانی، یعنی عین این نظریه هستش که در خیلی از مؤسسات خیلی بزرگ و درست حسابی دنیا که در مورد تریدری هست داره تدریس میشه. پس نظر شخصی ما توش اعمال نمیکنیم، اینکه ما بگیم این چیز هست، نه، یعنی همین چیزیه که دقیقا ما داریم اینجا میبینیم. حتما باید های بشه و منطقش هم کاملا درسته. منطقش اینه که آقا اگر یه تمایل صعودی داره ایجاد میشه، یه تمایل صعودی یا حتی نزولی، حالا میبینیم نزولیش هم دیگه، اگه یه تمایل صعودی یا نزولی داره ایجاد میشه و ما اعتقاد داریم که ادامه پیدا میکنه، حتما باید بالاترین عدد یا پایینترین عددش بشکنه. ولی اگر میخواد برگرده کافیه 25% رو بشکنه یا 50% رو بشکنه، یعنی میخواد بگه شکنندگی روند رو یا شکنندگی در واقع حالت ساختاری که الان شکل گرفته خیلی راحت میتونه باشه. وین ریت تحلیل، وین ریت یعنی اینکه شما ترید دارید میکنید، تحلیل در واقع حالا شما بیشتر دارید پیش بینی میکنید. وین ریت استراتژی های ما بالای 70-80%. تحلیلامون حالا بستگی داره، چون تحلیل شما نگاه بکنید اگر دقت کرده باشید همه چی نسبیه، یعنی میگه آقا ممکنه اینجوری بشه یا ممکنه اونجوری بشه. تو ترید اینو نمیگیم، میگیم آقا این حالت این حالت این حالت هست، بس سلام من میخرم یا میفروشم. یه حالت قطعی رو داریم راجع بهش صحبت میکنیم، اما اینجا یه حالت به هر دو سم متمایله، میگه اگه اینجوری شد اینطوری، اگه اینجوری شد اینطوری. درسته؟ پس اینجا نمیشه در مورد وین ریت صحبت کرد، چون هر دو احتمال رو در واقع دیده. اصلا شلوغ نیست اتفاقا. این جدول جلوتون باشه یه مدت تحلیل بکنید خیلی روون میشید، چون اون یکی‌ها که خیلی ساده است دیگه. خواهش می‌کنم آقای بابی، امیدوارم جوابتون رو گرفته باشید. خب دوستان بریم جلو. بعید میدونم من اصلا به این جلسه برسه، فکر می‌کنم سریع تموم بشه.